مراسم ختم تحصیل یگانه مکتب مهاجران افغانستانی در تاجیکستان. 29 ختم کرده از جمله 13 پسر و 16 دختر در یک مراسم ویژه در سفارت افغانستان در دوشنبه صاحب شهادتنامه ختم مکتب گردیدند. مدت 12 سال میشه که در کشور دوست تاجیکستان زندگی میکنیم و خوشبختانه امروز تونستیم که مکتب خود را با موفقیت خلاص کنیم و به اتمام برسانیم و در آینده ببینیم که چی میشه. ما میخوایم تحصیلات خود ادامه بدیم در بخشی که مد نظر داریم، اما باید جا داره تشکری کنیم از کشور دوست تاجیکستان، از رهبری کشور که به ما فرصت‌های زیاد درسی را مساعد ساخته از هر زمینه، از هر لحاظ. 16 دختر در این مراسم در حال صاحب شهادتنامه شدند که در افغانستان بعد به قدرت رسیدن طالبان دختران از صنف 6 بالا حق تحصیل ندارند. اولا احساس خوشی است، احساس راحتی است که تانستیم بالاخره موفقانه مکتب تمام بسازیم. سفیر افغانستان در دوشنبه ضمن سخنرانیش از حکومت کشور برای دستگیری اظهار سپاس نموده بار دیگر از روش طالبان در رشته مکتب و معارف تنقید کرد. کشور در محاصره یک گروه متعجر، متعصب و افراطی قرار دارد. اینجا شما نشان میتین که شما با بسته کردن دروازه‌های مکتب، با پامال کردن حق حقوق زنان افغانستان که دانشگاه‌ها و مدارس را به مکاتب انتحاری، به مکاتب جهادی تبدیل ساختین، ولی مردم افغانستان در هیچ گوشه و کنار دنیا بی تفاوت باقی نمیماند. تاجیکستان در سال 2023-24 برای شهروندان افغانستان 40 بورسیه جدا کرده بود. با دلیل نداشتن روابط، سفارت افغانستان این بورسیه ها را برای ختم کرده های مکتب سامانیان و افغانستانی های داد که حالا در تاجیکستان هستند. در همین حال بعضی از پناهجویان افغانستانی قبلا شکایت کردند که تاجیکستان 3 سال باز اتستات و دیپلم‌هایشان را اعتراف یا برابر ارزشی یا نوستریفیکاسیا نمی کند. این مشکل به گفته آنها بعد به قدرت رسیدن طالبان پیش آمده دامنگیری ختم کرده های مکتب سامانیان در دوشنبه نیز گشته است. اما مدیر این مکتب چنین گفته ها را رد کرد. تاجیکستان بورسیه رایگان در مکتب سامانیان آوردن که ما تشکری میکنیم، اما ساله اونا همکاری کردن با ما. اینا میرن امرای امی سند فراغت که ما مکتب تعلیمات عمومی سامانیان آماده کرده با تاییدی مقام سفارت و اتشه معارف، اینا بدون یگان مشکل داخل دانشگاه میشن. تا سقوط افغانستان به دست طالبان بیش از 1000 دانشجوی افغانستانی در دانشگاه‌های تاجیکستان می‌خواندند. حالا با دلیل مشکلات روابط و دریافت ویزا تعداد آنها تا 165 تن پایین آمده است.